داستان مرتد یا ذهن پریشان، نوشته آلبر کامو، گویش عیسی. AudioBook.com. چه پریشان، چه آشفته، باید سامانی به ذهنم بدهم. از وقتی زبانم را بریدند زبانی دیگر نمیدانم. بیوقفه در سرم میچرخد، چیزی حرف میزند، یا کسی که ناگهان ساکت میشود و بعد همه چیز باز آغاز میشود. چیزهای زیادی میشنوم که من آنها را بر زبان نیاوردم. چه پریشان! و اگر لب بگشایم صدایی چون صدای برهم خوردن سنگها بیرون میآید و در آن واحد از چیز دیگری سخن میگوید. بله، همیشه آرزومند نظم و سامان بودم. دست کم یک چیز قطعی است: منتظر مبلغی هستم که باید جایگزین من بشود. در کوره راهم، در یک ساعتی تقاضا، در کهریز صخره‌ها پنهان شدم. بر تفنگ قدیمی نشستم. در بیابان روز شده است. هنوز هوا خیلی سرد است. خیلی زود بسیار گرم خواهد شد. این سرزمین دیوانه کننده است و من از سالها پیش که شمارشان از دستم در رفته است، نه تلاشی دیگر. مبلغ امروز صبح باید برسد یا امشب. شنیدم که با راهنما می آید. ممکن است فقط یک شتر داشته باشند. صبر خواهم کرد. صبر می کنم. فقط سرما مرا می لرزاند. غلام کثیف. باز صبر. مدت هاست که صبر می کنم. وقتی در خانه‌ام بودم، در آن فلات مرتفع رشته کوه مرکزی، پدر خشن و مادر خشن شراب، سوپ چرب هر روز و علل خصوص شراب تند و سرد و زمستانی طولانی، باد سرد، تل برفها، سرخسهای مزخرف. میخواستم بروم آنها را ناگهان ترک کنم و سرانجام زندگی کنم در آفتاب با آب زلال. به کشیش باور داشتم. با من از مدارس مذهبی حرف میزد. هر روز به کارهای من میرسید. در آن سرزمین پروتستان وقت زیادی داشت. وقتی از روستا میگذشت سرش را پایین میانداخت. با من از فردای آفتابی حرف میزد. میگفت کاتولیسیسم آفتاب است و مرا میخنداند. در سر سفت من لاتین را میگذاشت. این بچه باهوش است. یاووی باهوش. بله، سرم سفت بود. در عمرم بارها افتاده بودم، اما خونی از سرم نیامده بود. پدر پلیدم میگفت کل شق. در مدرسه مذهبی به خود افتخار میکردند. نوآموزی از کشوری پروتستان فتحی به شمار میرفت. آمدن مرا دمیدن خورشید میدانستند. البته خورشیدی رنگ پریده. به خاطر الکل شراب تند میخوردند و دندانهای بچه هایشان کرم خورده بود. کشتن پدر میبایست چنین میشد، اما در واقع نیازی نبود. به تبلیغ روی آورد، چون مدتها بود مرده بود. شراب تند سرانجام معده‌اش را سوراخ کرده بود. فقط میماند کشتن مبلغ. حسابی دارم با او و اربابانش، با اربابانی که مرا فریفتند، با اروپای کثیف حسابی دارم. همه مرا فریفتند. تبلیغ. فقط همین کلمه را بر زبان می آورند. به سوی وحشی ها بروید و به آنها بگویید سرور من این است. نگاهش کنید. هرگز نه کسی را می زند و نه می کشد. با صدای آرام دستور می دهد. خم به ابرو نمی آورد. بزرگترین سروران است. او را برگزینید. ببینید چطور مرا بهتر کرده است. مرا بیازارید تا ببینید. بله، باوری داشتم و خود را بهتر می دانستم. چاق شده بودم. نسبتاً زیبا بودم. میخواستم آزار ببینم. وقتی تابستانها زیر خورشید
گزنبل در صفوف فشرده و سیاه قدم می‌زدیم و به دخترانی برمیخوردیم که لباسی سبک پوشیده بودند، من سوی دیگری را نگاه نمی‌کردم. آنها را خار می‌داشتم. منتظر بودم که به من توهین کنند و گاهی می‌خندیدند. با خود می‌اندیشیدم کاش مرا بزنند، کاش توی صورتم تف بیاندازند. اما خندهشان حقیقتاً خنده‌های نیشدار و پر از دندانشان بود که مرا می‌درید. توهین و رنج شیرین بودا. مدیر وقتی خود را به رنج می‌افکندم مرا درک نمی‌کرد. نه خوبی‌هایی در وجودتان هست. خوبی در وجود من شراب تند بود. همین و بس. و چه بهتر، اگر بد نباشیم چطور بهتر شویم؟ از تمام چیزهایی که به من می‌آموختند این را خوب فهمیده بودم. فقط همین را فهمیده بودم، فقط همین، و یابویی باهوش بودم که تا آخر راه می‌رفتم. مشغول استغفار می‌شدم. از حد معمول فراتر می‌رفتم. می‌خواستم الگویی باشم. من نیز الگویی باشم تا مرا ببینند و با دیدن من چیزی را بزرگ دارند که مرا بهتر کرده بود و با دیدن من به سرورم درود بفرستند. خورشید درنده برمی آمد. بیابان عوض می شد. دیگر رنگ سیکلمه های کوهی را ندارد. آه کوه من و برف لطیف و نرم. نه، این زردی است که به خاکستری می زند. ساعت شومی است. ساعتی پیش از نور خیره کننده. هنوز چیزی تا افق پیدا نیست. آنجا که فلات در حلقه ای از رنگ‌های هنوز لطیف پنهان می شود. پشتم کوره راهی که تا تپه‌ای شنی بالا می رود. تپه‌ای که تقاضا را پنهان می کند. چکاچک نام تقاضا سالهاست که در سرم می پیچد. اولین کسی که از آن با من حرف زد کشیش پیر نیمکوری بود که در دیر بست نشسته بود. اما چرا اولین فقط او بود و من، شهر نمک و دیوارهای سفیدش در آفتابی سوزان در قصهش مرا نترساندند؟ نه، بیرحمی ساکنان وحشی مرا ترساندند و شهری که درهای خود را بر تمام بیگانگان بسته بود. فقط یک نفر از آنان که می‌خواستند به آن وارد شوند، تنها یک نفر تا آنجا که او می‌دانست توانسته بود آنچه را دیده بود تعریف کند. او را شلاق زده بودند و بعد از آن که در دهان و بر زخمهایش نمک زده بودند او را در بیابان رها کرده بودند. به کوچ نشینانی برخورده بود که آن بار مهربان بودند. بختی بلند و من از آن زمان به داستانش فکر کردم، به لهیب نمک و آسمان، به بتخانه و غلامانش. از این وحشیتر و فتنه انگیزتر مگر پیدا می شود؟ آری، تبلیغ من اینجا بود. می بایست می رفتم و سرورم را با آنها نشان می دادم. برای ناامید کردن من در مدرسه سخنرانی ها کردند. باید منتظر ماند. سرزمین تبلیغ نیست. من پخته نیستم. باید خیلی خاص خودم را آماده کنم، بدانم کیستم و باز آزموده شوم تا ببینند چه پیش می آید. اما باز انتظار. نه، آری، آمادگی های مخصوص و آزمون را قبول می کردم چون در الجزیره اتفاق می افتادن و مرا به هدفم نزدیکتر می کردن. اما برای باقی چیزها سر سمج خود را تکان می دادم و همان حرفها را تکرار می کردم. پیوستن به وحشی ترین ها، به روش آنها زندگی کردن، در منزل آنها و مثلا حتی در بتخانه هایشان نشانشان خواهم داد که حقیقت سرور من قوی ترین حقیقت است. بی تردید مرا آزارها می دادن، اما من از آزار نمی ترسیدم. آزار برای تبلیغ ضروری بود و آنطور که من این آزارها را تحمل می کردم، آن وحشی ها را تسلیم خود می کردم، چون آفتابی قدرتمند. آری، این کلمه‌ای بود که مدام در زبانم می چرخید.
به قدرت مطلق می اندیشیدم، آن قدرتی که به زانو دار می آورد، آن قدرتی که رقیب را به تسلیم وامی دارد و سرانجام به از دین بریدن. و هرچه رقیب کورتر و بیرحمتر باشد و به خود مطمئنتر باشد و به باورش چنگ زده باشد، اعترافش شکوه بیشتری به ارمغان می آورد. برای آنکه بر او چیره شده است تغییر اعتقاد این انسانهای صادق و گمگشته، آرزوی حقیر کشیشان ما بود. قدرت زیاد و جرأت اندکشان را خار می داشتم. باور نداشتند و من باور داشتم. میخواستم خود جلادان قدرم را بدانند، آنها را به زانو در بیاورم و کاری کنم که بگویند سرور این پیروزی توست، و بر ارتشی از پلیدان فقط و فقط با سخن حکم برانم. اما مطمئن بودم که دلایلم متقن بودند. هرگز چنین به خود مطمئن نبودم، اما وقتی به باوری برسم دیگر رهایش نمی کنم. این نیروی من است، آری، نیروی من که همه از آن شاکی بودند. خورشید باز بالاتر می آید، آرام آرام پیشانی من می سوزد. سنگهای اطرافم صدای آرام از خود در می آورند. فقط لوله تفنگ خنک است، خنک چون دشتها، چون باران شب. در روزگار قدیم وقتی سوپ آرام می پخت منتظرم بودند. پدرم و مادرم گاه به من لبخند می زدند. شاید دوستشان داشتم، اما تمام شد. حجابی از گرما آرام آرام از کوره راه برمی خیزد. بیا، مبلغ منتظرت هستم. حالا می دانم به پیامت چه جوابی باید داد. اربابان تازه هم درسی به من دادند و می دانم حق با آنهاست. باید تکلیف عشق را مشخص کرد. وقتی از مدرسه به الجزیره گریختم، آن وحشی‌ها را طور دیگری تصور می کردم. تنها چیزی که در تصوراتم حقیقت داشت این بود که پلید بودم. به دفتر مالی دستبرد زده بودم. ردایم را کنار گذاشته بودم. از کوههای اطلس، از فلاتهای مرتفع و بیابان گذشتم. راننده مسیر الجزیره تا لاگوس مسخره‌ام می‌کرد. نرو آنجا. او هم مثل بقیه و موج‌هایشان صدها کیلومتر پریشان پیشروی، بعد مقابل باد عقب نشینی و باز کوه، تمامشان با قله‌های سیاه، با دامنه‌های تیز چون آهن، و بعد راهنمایی لازم بود برای رفتن به دریای سنگریزه‌های قهوه‌ای، دریای بیکرانه از شدت گرما گویی فریاد می‌زد. هزاران آینه از آتش آنجا برافراشته بودند و می‌سوختند. تا آنجا، تا مرز سرزمین سیاهان و سرزمین سفید، آنجا که شهر نمک بنا شده بود و پولی که راهنما از من دزدید. سادلو، من همیشه سادلو بودم و پول را نشانش داده بودم. اما مرا در کوره راه گذاشت، همینجا، دقیقاً همینجا. بعد از آن که مرا زد، سگ، این راهی است که از آن میترسم. برو آنجا، یک درس حسابی به تو خواهند داد. و به من درسی دادند. آری، مثل خورشیدند که فقط شبها دست از تابیدن و کوبیدن برمی دارد، با درخشش و غرور که حالا حس می کنم مرا در هم می کوبد. بسیار محکم، با ضربات نیزه های سوزان که ناگهان از خاک سر برمی آورند. پناهی، آری پناهی، زیر صخره بزرگ، پیش از آن که همه چیز پریشان شود. اینجا سایه خوب است. چطور میتواند در شهر نمک در گودالهای مالامال از گرمای سپید زندگی کند؟ بر هر دیوار صافی که با ضربات چکش تراشیده شده است و با بی‌مبالاتی صاف شده اند، شکاف‌هایی هست که چکش به جا گذاشته بود و چون پولک‌های درخشان بودند. شنهای طلایی و پراکنده کمی آنها را زرد می‌کرد، جز مواقعی که باد دیوارهای صاف و ایوان را می‌رفت.
همه چیز در سپیدی براقی می درخشید، زیر آسمانی تمیز که تا پوستش آبی بود. کور می شدم در آن روزهایی که حریفی بی حرکت ساعتها در ایوانهای سفید صدایی به پا می کرد. گویی ایوانها روزی از روزها به یکدیگر پیوسته بودند و با هم به کوهی از نمک حمله ور شده بودند. اول آنها را صاف کرده بودند، بعد همانطور دست جمعی کوچه ها و داخل خانه ها و پنجره ها را حفر کرده بودند. یا گویی بله، این بهتر است، با آتش افروزی از آب جوشان جهنم سپید و سوزان خود را به بخش‌های مختلفی تقسیم کرده بودند، فقط برای اینکه نشان دهند می توانند در جایی زندگی کنند که هرگز کسی آنجا نمی تواند زندگی کند. 30 روز راه تا هر چیز زنده‌ای فاصله بود. در این گودال در میان بیابان، آنجا که گرمای میان روز منافی هر ارتباطی بین انسان هاست و میان آنها دروازه‌ای از شعله‌های نامرئی و کریستال‌های جوشان علم می‌کند، آنجا که بدون هیچ مقدمه‌ای سرمای شب یکی یکی آنها را در صدف‌های پرگوهرشان منجمد می‌کند، ساکنان شبانه کوه یخی خشک، اسکیموهای سیاهی که ناگهان در ایگلوهای مکعبی خود می‌لرزند. سیاه، بله، از آن رو که لباسهای بلند سیاه می‌پوشیدند و نمک تا ناخن‌هاشان را نیز تسخیر می‌کرد. و در خواب قطبی شبها نمک را به تلخیل نشخوار می‌کردند، نمکی که در آب می‌نوشیدند. آب از تنها چشمه‌ای می‌آمد که میان شکاف‌های درخشان بود. گاه بر لباسهای تیرهشان ردی می‌گذاشت، شبیه رد گذر حلزونها پس از باران. ای سرورم، باران، تنها یک باران حقیقی، طولانی و شدید، بارانی از آسمانت، تا سرانجام این شهر وحشتناک آرام آرام خورده شود و آرامی از میان برود، مقاومتی نتواند بکند و کاملا در سیلابی لجز حل شود و ساکنان وحشی خود را به سوی شنها ببرد. سرورم، فقط یک باران، اما کدام سرور؟ آنها سرورند؟ بر خانه‌های سترون خود بر غلامان سیاهی که در معادن به کشتنشان می‌دهند حکم می‌رانند و بهای هر تکه نمکی که کنده می‌شود در سرزمین جنوب جان انسانی است. ساکت، پوشیده در حجاب عزا، در سفیدی معدنسای خیابانها، و با رسیدن شب وقتی تمام شهر چون شبحی شیری می شود به سایه های خانه ها با دیوارهای نمکین کم نور وارد می شوند، خمیده به خوابی بسیار سبک می روند و همین که بیدار می شوند دستور می دهند، می زنند، می گویند. مردمی متحدند و خدایشان خدای حقیقی است و باید از او اطاعت کرد. آنها سروران من هستند، بویی از ترحم نبردند و چون تمام سروران میخواهند یگانه باشند، تنها پیش روند، تنها حکومت کنند، چرا که در تنهایی جرأت ساختن شهری سرد و سوزان را در میان نمک و شنها دارند. و من وقتی هوا گرمتر می شود چه آشفته می شوم، عرق می ریزم. آنها هرگز. حالا سایه نیز گرم می شود. خورشید را بالای سنگ حس می کنم، می کوبد. چون وقتی هوا گرمتر می شود چکشی بر تمام سنگ ها می کوبد و این موسیقی است، موسیقی عظیم ظهر. لرزش هوا و سنگ ها در صدها کیلومتر، مثل گذشته صدای سکوت را می شنوم. آری، همان سکوت بود سالهای پیش که پذیرای من شد. وقتی نگهبانان مرا با خود پیش آنها بردند زیر نور خورشید به وسط میدان، از آنجا که ایوانهای متحدالمرکز آرام آرام به سوی سرپوش آسمان آبی تیره سر برمی آوردند، سرپوشی که بر حاشیه‌های آن تشت گذاشته شده بود، آنجا بود، زانو زده میان گودال، آن سپر سپید، شمشیرهای نمکین و آتشین
که از تمام دیوارها بیرون می آمدند چشمانم را آزار می دادند. از شدت خستگی رنگم پریده بود. گوشم از ضربه‌ای که راهنما به من زده بود خونین بود و آنها قد بلند و سیاه بدون اینکه چیزی بگویند نگاهم می‌کردند. روز به نیمه رسیده بود. زیر ضربات خورشید آهنین آسمان مدتها صدا می‌کرد. ورقه‌های فلزی داغ داغ همان سکوت بود و مرا نگاه می‌کردند. زمان می‌گذشت. دست از نگاه کردن من بر نمی داشتند و من نمی توانستم نگاهشان را تاب بیاورم. بیشتر از گذشته نفس نفس می زدم. سرانجام گریم گرفت و ناگهان در سکوت به من پشت کردند و همه با هم به یک جهت رفتند. زانو زده بودم. فقط در صندل‌های سرخ و سیاهشان پاهای درخشان از نمکشان را می دیدم که لباس بلند و سیاهشان را به هوا بلند می کردند. پنجه ها کمی بر زمین بود. پاشنه ها آرام بر زمین می خورد و وقتی میدان خالی شد مرا به بتخانه بردند. چون باطمه زده، چون امروز که در پناه سنگی هستم و آتش بالای سرم از ضخامت سنگ می گذرد. چند روزی در تاریکی بتخانه ماندم، کمی بالاتر از دیگران. اطرافم حصاری از نمک بود، اما پنجره‌ای نبود. مالامال از شبی درخشان چند روز و کاسه‌ای از آب تیره و چند دانه به من دادند. انگار برای مرغ غذا ریخته بودند. آنها را جمع می کردم. روزها در بسته می ماند. با این حال ظلمت سبکتر می شد. گویی خورشید شکست ناپذیر می توانست از میان انبوه نمک‌ها جاری شود. چراغی نبود. کورمال دیوارها را می گرفتم و پیش می رفتم. رشته‌هایی از برگ‌های خشک نخل را لمس می کردم که دیوار را آذین بسته بودند و آن آخر دری کوچک شلخته بریده شده بود و با نوک انگشتانم فهمیدم چفت در کجاست. چندین روز بعد از مدتها شمار روزها و ساعتها از دستم بیرون بود، اما مشت دانه هایم را 10 باری برایم انداختند و برای قضای حاجتم سوراخی کنده بودم و بیهودان را می پوشاندم. بوی لانه های حیوانات همچنان موج می زد. مدتها بعد 2 لته در باز شد و وارد شدند. یکی از آنها آمد سمتم. در گوشه‌ای چون باطمه زده بودم. کنار گونه‌ام سوزش نمک را حس می کردم و بوی خاکالود نخل‌ها را شنیدم. دیدم که می آید. در 1 متری من ایستاد و در سکوت به من زل زد. علامتی و من بلند شدم. با چشمان بی‌حس و براقش زل زده بود به من. چیزی در چشمانش پیدا نبود. چشمانش در صورتی که قهوه‌ای بود چون اسب. بعد دستش را بلند کرد. همچنان بی‌حس لب پایینی مرا گرفت و آرام پیچاند. داشت پوستم را میکند و بدون آنکه انگشتانش را رها کند مرا دور خود چرخاند تا وسط اتاق مرا عقب برد. لبم را کشید تا زانو بزنم. آنجا آشفته با دهانی خونین. بعد برگشت تا به بقیه ملحق شود که کنار دیوار صف کشیده بودند. مرا می دیدند که در حرارت شدید روز می نالیدم. روزی بدون سایه که از دری که 4 طاق باز بود وارد می شد و در آن نور جادوگر ظاهر شد با موهایی بافته، بالاتنش پوشیده با خفتانی از مروارید، پاهایی که زیر دامنی کرباسی عریان بود و نقابی از نی و رشته‌های آهن. نقابش 2 حفره داشت، مربعی شکل که برای چشمها درست شده بودند. نوازنده ها و زنها در پی او آمدند با لباسهای سنگین و رنگارنگ که نمیگذاشت تصوری از تنشان داشته باشی. ول در اتاق رقصیدند. رقصی شلخته، ضرباهنگی نداشت. تکان میخوردند، همین و بس. و آخر کار جادوگر در کوچک پشت سرم را باز کرد
اربابان تکان نمی‌خوردند، مرا نگاه می‌کردند. برگشتم و بت را دیدم. سرش چون تبری دو سر، بینی آهنی او پیچ خورده چون ماری چنبره زده. مرا مقابل او بردند، پایین پایش آبی سیاه تلخ تلخ به من نوشاندند و در همان آن سرم شروع کرد به سوختن. میخندیدم. آزار این بود، آزارم دادند. خارم کردند، لباسم را در آوردند، سر و تنم را تراشیدند، با روغن تنم را شستند، با ریسمان هایی که در آب و نمک خیسانده بودند بر صورتم کوبیدند. میخندیدم و صورتم را بر میگرداندم، اما هر بار دو زن گوشهایم را میگرفتند و صورتم را مقابل ضربات جادوگر نگاه میداشتند که از او جز چشمانش را نمیدیدم. همچنان میخندیدم. غرق در خون ایستادند. کسی حرف نمیزد جز من. آشفتگی در سرم آغاز شده بود. بعد مرا بلند کردند و مجبور کردند که به بت نگاه کنم. دیگر نمیخندیدم. میدانستم که حالا برای خدمت به او برگزیده شدم، برای دوست داشتن او. نه، دیگر نمیخندیدم. ترس و درد نفسم را گرفته بود و آنجا در آن خانه سپید میان دیوارهایی که خورشید با سماجت تمام آنها را میسوزاند، با چهره آشفته، با حافظه درمانده، آری سعی کردم بر بت نماز ببرم. فقط او بود و حتی صورت وحشتناک او از باقی عالم ترسناکتر نبود. قوزک‌هایم را با ریسمانی بستند، گامهایم را آزاد گذاشتند، باز رقصیدند، اما این بار مقابل بت. اربابان یکی یکی بیرون رفتند. در پشت سرشان بسته شد. باز موسیقی و جادوگر با پوسته های درخت آتشی روشن کرد و دور آن پا بر زمین میکوبید. در گوشه مستطیلی کشید و زنها مرا تا آن بردند. دستان لاغر و لطیفشان را حس می کردم. مرا نزدیک کاسه آب و تلی کوچک از دانه گذاشتند و بت را به من نشان دادند. فهمیدم باید به او چشم بدوزم. بعد جادوگر یکی یکی آنها را نزدیک آتش خواند. بعضی از آنها را که می نالیدند زد و می رفتند و مقابل بت خدای من تعظیم می کردند. و جادوگر باز می رقصید و همه را از اتاق بیرون کرد تا وقتی که فقط یکی از آنها ماند، بسیار جوان، نزدیک نوازنده ها، چون باطمه زده بود و هنوز کتک نخورده بود. با بافه ای از موهایش را گرفت و دور مچش بافه را می پیچاند. زن تعادلش را از دست می داد. چشمانش از کاسه بیرون آمده بود تا اینکه به کمر افتاد. جادوگر رهایش کرد و فریاد زد. نوازنده ها برگشتند سمت دیوار و در پشت نقاب با چشمان مربعی فریادی تا بی‌نهایت اوج می گرفت و زن انگار حمله‌ای به او دست داده باشد روی زمین افتاده بود و به خود می پیچید. 4 دست و پا افتاد. سرش را میان بازوان به هم چسبیده‌اش پنهان کرد. او نیز فریاد می زد، اما فریادی خفه و این گونه بود که بدون اینکه از فریاد و نگریستن به بت دست بردارد، جادوگر محکم او را گرفت. با بدجنسی، بدون اینکه بتواند صورت زن را ببیند که حالا میان چینهای سنگین لباسش پیچیده شده بود، و من از فرط تنهایی سرگشته فریادی زدم، بله فریادی از سر ترس، سوی بت، تا اینکه لگدی مرا به دیوار کوبید. نمک را گاز گرفتم، مثل امروز که صخره را گاز میگیرم. با دهان بی زبانم منتظر کسی هستم که باید او را بکشم. حالا خورشید کمی از میان آسمان گذشته است. از میان شکاف‌های صخره در آهن تفدیده آسمان سوراخی را می‌بینم که خورشید درست کرده است. دهانی چون دهان من پرحرف که بیوقفه سیلی از شعله‌ها را بر فراز بیابان بیرنگ می‌ریزد.
در کوره راه مقابلم هیچ حتی گردی در افق پیدا نیست. پشت سرم باید در پی من باشند. نه، هنوز نه. فقط حوالی غروب در را باز می کردند و می توانستم کمی بیرون روم. بعد از اینکه تمام روز بتخانه را تمیز کرده بودم و به نزورات سر و سامانی داده بودم و شبها مراسم آغاز می شد. گاهی در مراسم مرا می زدند، گاهی نه، اما همیشه به بت خدمت می کردم. بتی که تصورش بر آهن خاطرم حک شده بود و حالا در امیدم هرگز هیچ خدایی چنین مرا به خدمت و تملک نگرفته بود. تمام عمرم شبها و روزها وقف او بود و درد و نبود درد خبری از شادی نبود. به او وابسته بود و حتی آری هوس به او وابسته بود. از فرط شرکت در آن عمل شرورانه و پلید تقریبا هر روز که می شنیدم و نمی دیدمش، از آن رو که باید دیوار را نگاه می کردم، زیر بار تهدید کتک ها اما چهره‌ام به نمک ها چسبیده بود. سایه های وحشی که بر دیوارها جولان می دادند بر من حکم می راندند. فریادی طولانی می شنیدم، گلویم خشک بود، هوسی سوزان و غیر شهوانی شکم و شقیقه هایم را می فشرد. این گونه روزها از پس روزها سپری می شدند. دیگر به زحمت روزها را از یکدیگر تشخیص می دادم. گویی زمان در گرمای سوزان و انعکاس مستقیم دیوارهای نمکین ذوب شده بود. زمان دیگر جز صدایی بیشکل چیزی نبود و فقط در فواصلی منظم فریادهای درد یا تسخیر روح در این صدای بیشکل خود را نشان می دادند. روزی بسیار طولانی که بت بر آن حکومت می کرد، مثل خورشید بیرحمی که بر منزل صخره‌ای من حکم می راند و حالا چون آن زمان از شدت تمنا و فلاکت می گریم. امیدی پلید مرا می سوزاند. می خواهم خیانت کنم. لوله تفنگم را لیس می زنم و روح درونش را، روحش را، فقط تفنگ ها روح دارند. آری، آن روز که زبانم را بریدند، عشق نامیرای نفرت را آموختم. چه پریشان، چه خشمی، سرمست از گرما و خشم، خم شده خوابیده روی تفنگم. چه کسی اینجا نفس نفس میزند؟ نمیتوانم این گرما را تحمل کنم. تمامی ندارد. این انتظار را تاب نمیآورم. باید او را بکشم. هیچ پرنده‌ای، هیچ شاخه‌ای، سنگ هوسی سوزان، سکوت، فریادهایشان، آن زبانی که در من سخن میگوید و از آن زمان که آن را بریدند، دردی یک نواخت و بی ثمر که حتی از آب شبانه محروم است. شبی که خیالش را در سر داشتم، محبوس با خدا در لانم که از نمک ساخته شده بود. تنها شب با ستاره های با تراوت و چشمه های تاریکش می توانست مرا نجات دهد. مرا از دست خدایان پلید انسانها برو باید. اما همچنان محبوس بودم. نمی توانستم شب را تماشا کنم. اگر باز هم دیر کند، دست کم طلوع شب را بر بیابان خواهم دید. خواهم دید که آسمان را تسخیر می کند. انگوری طلایی و سرد که از فراز آسمان تاریک آویزان خواهد شد و می توانم سر صبر بنوشم. این سوراخ سیاه و خشک را خیس کنم که دیگر عضله زنده و لطیف آن را خنک نمی کند و سرانجام روزی را از خاطر ببرم که جنون زبانم را از من گرفت. هوا چه گرم بود. گرم، نمک ذوب می شد. دست کم من اینطور گمان می کردم. هوا چشمانم را می آزرد و جادوگر بدون نقاب وارد شد. تقریبا زیر لباس ژنده و خاکستری خود عریان بود. زنی جدید در پی او می آمد. صورتش با تتویی پوشانده شده بود. تتویی شبیه به بت. در صورتش چیزی جز بهت گنگ بت نبود. فقط تن لاغر و صافش زنده بود که به پای خدا افتاده بود.
وقتی جادوگر در بیغوله را باز کرد، بعد جادوگر بدون آنکه نگاهی به من کند بیرون رفت. گرما شدید میشد. تکان نمیخوردم. بت از بالای آن تن بی حرکت مرا ورانداز میکرد. تنی بی حرکت که عضلاتش آرام تکان میخورد و صورت بتوار زن وقتی به اون نزدیک شدم تغییری نکرد. فقط چشمانش به من زل زد و بزرگ شد. پاهایم به پاهای او خورد. گرما شروع به فریاد زدن کرد و بت بدون اینکه چیزی بگوید با چشمان بزرگش همچنان نگاهم میکرد. آرام آرام به پشت خمیده و آرام پاها را به سوی خود کشید و زانوانش را آرام از یکدیگر جدا کرد و پاها را بالا آورد. اما درست لحظه بعد جادوگر مرا میپایید. همه وارد شده بودند و مرا از زن جدا کردند. در همان مکان عصیان مرا زدند. وحشتناک زدند. عصیان؟ کدام عصیان؟ خندیدم. عصیان کجاست؟ خویشتنداری کجاست؟ مرا به دیوار چسباندند. دستی فولادی آرواره هایم را میفشرد. دستی دیگر دهانم را باز کرد و زبانم را کشید تا آنجا که خون از زبانم جاری شد. من بودم که چون حیوانها داد میکشیدم. نوازشی خنک و بران. بله، بالاخره خنک بر زبانم گذشت. وقتی به هوش آمدم در شب تنها بودم. به دیوار چسبیده بودم. پوشیده از خونی خشک شده، دسته‌ای از علفهای خشک با بوی غریب دهانم را پر کرده بودم. دیگر خون نمی آمد، اما دیگر چیزی در دهانم ساکن نبود و در آن جای خالی فقط دردی عذاب‌آور زندگی می کرد. می خواستم بلند شوم. افتادم. خوشحال، مأیوسانه خوشحال که سرانجام می میرم. مرگ نیز خنک است و سایه‌اش به هیچ خدایی پناه نمی دهد. نمردم. نفرتی تازه در روزی قد علم کرد. همان زمان که من برخاستم به سمت در اتاق قدم برداشت. آن را گشود. پشت سرم در را بست. از نزدیکانم متنفر شدم. بت آنجا بود و در عمق آن گودالی که من بودم بهتر از دعا کاری کردم. به او باور پیدا کردم و به انکار هر آن چیزی برخاستم که تا آن زمان به آن باور داشتم. درود. او نیرو و قدرت بود. می توانستند نابودش کنند، اما نمی توانستند باورش را عوض کنند. از بالای سرم با چشمان خالی و ثابتش نگاه می کرد. درود. او سرور بود. سرور یگانه. ویژگی خاص او شرارت بود. اربابی خوب وجود ندارد. برای اولین بار از فرط آزارها تمام تنم از یک درد فریاد می کشید. خود را به او سپردم و بر فرمان پلید او گردن نهادم. اصل شرور عالم را در او می ستودم. زندانی قلمرو او بودم. شهری سترون که در کوهی از نمک تراشیده بود. بریده از طبیعت، عاری از شکوفایی گریزان و نادر بیابان، محروم از آن تصادف‌ها یا مهربانی‌ها. ابری ناگهانی، بارانی شدید و کوتاه که حتی خورشید و شنها نیز با آنها آشنا هستند. شهر نظم زوایای تیز، اتاقهای مربعی، انسانهای سرسخت با دل خوش شهروند منفور و معذب. آن داستان طولانی را که به من آموخته بودند انکار کردم. مرا فریفته بودند. فقط و فقط حکومت شرارت بی خلل بود. مرا فریفته بودند. حقیقت مسلم است. سنگین و سخت است. پستی و بلندی را بر نمیتابد. خوبی خیالی است. برنامه است که مدام رنگی دیگر میگیرد و با تلاشی نفسگیر به دنبال آن هستند. مرزی است که هرگز به آن نمیرسند. حکومتش محال است. فقط شر میتواند تا به مرزهای آن رود و حکومتی مطلق داشته باشد.
باید به او خدمت کرد تا سلطنت مرئی او را بنیان نهاد. تا بعد چه شود؟ بعد یعنی چه؟ فقط شر حاضر است، مرگ بر اروپا، منطق، شرف و صلیب. آری باید به دین اربابانم در می آمدم. بله من غلام بودم و اگر من نیز شرور می شدم دیگر غلام نبودم. علی رغم پاهای بستم و دهان خموشم، این گرما مرا دیوانه می کرد. بیابان زیر این نور طاقت فرسا همه جا فریاد می کشید و او را، دیگری را، سرور مهربانی را که حتی نام او نیز مرا دیوانه می کند انکار می کنم. چون حالا او را می شناسم. فکر و خیال می کرد و می خواست دروغ بگوید. زبانش را بریدند تا سخنانش عالمیان را نفریبد. میخ آجینش کردند، حتی سرش را، سر بینوایش را، چون سر من. حالا چه پریشان است، چه خستم و زمین نلرزید. مطمئنم صالحی را نکشتند. باور نمی کنم صالحی در کار نیست. اربابان شروری هستند که حقیقت مسلم را حاکم می کنند. آری فقط بت قدرت دارد، خدای دنیاست. نفرت فرمان اوست، منشأ هر حیاتی. آبی خنک چون نعنایی که دهان را خنک می کند و معده را می سوزاند. عوض شدم، این را فهمیدم. وقتی آنها را می دیدم دستانشان را می بوسیدم. از آنان بودم، بی خستگی آنها را می ستودم. و آنها اعتماد داشتم. دوست داشتم همانطور که مرا تکه تکه کرده بودند خیشانم را تکه پاره کنند. و وقتی فهمیدم که مبلغ خواهد آمد فهمیدم باید چه کنم. روزی چون روزهای دیگر، همان روز کور کننده‌ای که از مدتها پیش آغاز شده بود، غروب دیدند که نگهبانی پیدا شد. بر فراز آن در پوش عظیم می دوید و چند دقیقه بعد مرا به بتخانه بردند. در را بستند. یکی از آنها مرا روی زمین نگاه داشت. در سایه شمشیر صلیب شکلش را بالا گرفته بود و مرا تهدید می کرد. کوت طولانی شد تا اینکه صدایی غریبه شهر همیشه آرام را پر کرد. صداهایی که خیلی طول کشید تا آنها را باز شناسم. آخر به زبان من حرف نمی زدند. اما همین که صداها اوج گرفتند، نوک شمشیر تا چشمانم پایین آمد و نگهبانم در سکوت به من زل زد. 2 صدا نزدیک شدند. هنوز آنها را می شنوم. یکی می پرسید چرا این خانه حفاظ دارد؟ ستوان، آیا باید در را بشکنی؟ آن یکی با صدای خشن گفت نه. بعد از لحظه‌ای گفت به توافق رسیده ایم که شهر با استقرار 20 نفر موافقت کند، به شرطی که بیرون حصار اردو بزنند و به آداب و رسوم احترام بگذارند. سرباز خندید. تسلیم می شوند. اما افسر نمی دانست. در هر صورت اولین بار بود که می پذیرفتند کسی را برای مراقبت از بچه ها بپذیرند و او کشیشی خواهد بود. بعد سرزمین را اشغال خواهند کرد. دیگری گفت که فکر می کند اگر سربازها اینجا نباشند دمار از روزگار کشیش در می آورند. افسر گفت آه نه پدر، قبل از سربازها می رسد. 2 روز دیگر اینجاست. دیگر چیزی نمی شنیدم. بی حرکت زیر شمشیر زمینگیر بودم. حالم بد بود. چرخی از سوزن و چاقو در وجودم می چرخید. دیوانه بودند. می گذاشتند به شهرشان دست درازی کنند، به قدرتش شکست ناپذیرشان، به خدای راستینشان. و دیگری، آن کس که از راه خواهد رسید، زبانش را نمی برند. خوبی خود را به رخ دیگران خواهد کشید و بهایی برای آن نخواهد پرداخت. آزاری نخواهد دید. حکومت شر به تعویق خواهد افتاد. باز تردید. باز وقت خود را با خیال امکان خیر تلف خواهم کرد. خود را با تلاشی بی ثمر خسته خواهیم کرد. به جای آنکه در راه آمدن تنها سلطنت ممکن بر جهان کوشش کنیم. و تیغی را نگاه می کردم که مرا تهدید می کرد.
این قدرتی که تنها بر جهان حکم میران. ای قدرت! و شهر آرام آرام از صداهایش خالی شد. سرانجام در باز شد و من تنها ماندم، سوخته تلخ با بت، و در پیشگاه او قسم خوردم که باور تازم را نجات دهم. اربابان حقیقی خود را، خدای جبارم را سوگند خوردم که به هر قیمتی خیانت پیشه کنم. گرما کمی پس می نشیند، سنگ دیگر نمی لرزد. می توانم از سوراخم بیرون بیایم، بیابان را تماشا کنم که یکی یکی از رنگهای زرد و اخرایی و به زودی ارغوانی پوشیده می شود. آن شب منتظر شدم تا بخوابم. چفت در را باز کردم. با همان گام‌های همیشگی بیرون آمدم، گام‌هایی که ریسمان اندازهشان می‌کرد. خیابان‌ها را می‌شناختم، می‌دانستم تفنگ قدیمی را از کجا بردارم، می‌دانستم کدام خروجی نگهبان ندارد و رسیدم اینجا آن زمان که شب اطراف مشتی ستاره رنگ می‌بازد. حالان که بیابان کمی رنگ می‌گیرد و حالا گویی روزها و روزهاست که در میان این صخره‌ها پنهان شدم. زود، کاش زود بیاید. چند لحظه بعد جستجویی مرا آغاز خواهند کرد. در کوره راه‌های اطراف دنبال من خواهند گشت. نمی‌فهمند که برای آنها آمدم. برای این آمدم که بهتر خدمتشان را بکنم. زانوانم ضعیفند، از نفرت و گرسنگی حال خود را نمی‌فهمم. آنجا آخر کوره راه دو شتر بزرگ و بزرگتر می‌شوند، می‌تازند. از همین حالا با سایه‌های کوتاهشان تعدادشان مضاعف شده است. با سرعتی زیاد و خیال‌انگیز می‌دوند، مثل همیشه. بالاخره اینجا هستند، همینجا. تفنگ سریع و آن را سریع مسلح می‌کنم. ای بت، خدای من در آنجا، بدین امید که قدرتت پا جا بماند، آزار چندین برابر شود، نفرت بدون هیچ ترحمی بر دنیای ملعونان مستولی شود، بدین امید که شرور تا ابد ارباب باشد و سلطنت در نهایت به یگانه شهری نمکین و آهنین برسد، آنجا که سیاهان مستبد بدون رحم حکم برانند و مالک همه چیز باشند. و حالا آتش بر ترحم، آتش بر عجز و ترحمش، آتش بر هر آنکه آمدن شر را به تعویق بیندازد. دوبار آتش. و آنها هستند که سرنگون میشوند، میافتند و شترها مستقیم به سمت افق فرار میکنند. همانجا که فورانی از پرندگان سیاه به سوی آسمان صاف پر کشیدند. میخندم. در لباس کریهش به خود میپیچد، کمی سرش را بالا میآورد، مرا نگاه میکند. مرا، ارباب پابسته و قدرتمندش را. چرا به من لبخند میزند؟ این لبخند را خرد میکنم. چه دلنشین است صدای خوردن قنداق بر صورت خوبی. امروز، سرانجام امروز همه چیز تمام شد و همه جا در بیابان، حتی ساعتها دورتر از اینجا، شغالها بادی را که نیست بو میکشند، بعد راه میافتند با قدمهایی نسبتاً تند و صبور به سوی ضیافت لاشه‌ای که انتظارشان را میکشد. پیروزی. بازوها را به آسمان بلند میکنم. آسمان لطیفتر شده است. سایه‌ای بنفش پیدا میشود در جهت مخالف. ای شب‌های اروپا، شب‌های رفته کودکی، چرا باید در زمان پیروزی بگریم؟ تکان خورد؟ نه، صدا از جای دیگری آمد و از آن طرف، از آنجا. آنها هستند که چون پرواز پرندگان سیاه میدوند. سروران من حمله ور میشوند، مرا میگیرند. آری، بزنید. من آنها را به این شهر مقدس خواندم. باید این کار انجام میشد. حالا از خود دفاع کنید، بزنید. اول مرا بزنید. حق از آن شماست. اربابان من بر سربازان پیروز خواهند شد
بر سخن و عشق پیروز خواهند شد. بیابانها را پشت سر خواهند گذاشت، از دریا خواهند گذشت، با حجابهای سیاه خود نور اروپا را خواهند پوشاند. به شکم بزنید، بله، به چشمها نمکهای خود را بر قاره خواهند افشاند. تمام گیاهان، تمام جوانه ها خاموش خواهند شد و خیل خاموشان با پاهای دربند در بیابان عالم زیر خورشید بیرحم باوری حقیقی کنار من راه خواهند پیمود. دیگر تنها نخواهم بود. آسیبی که به من میزنند خشمشان خوب است و بر این زین که حالا مرا می نشانند و از چهار طرف مرا می کشند. می خندم از ضربه هایی که مرا به صلیب می کشند. خوشم می آید. بیابان چه ساکت است. به همین زودی شب شده است و تنها هستم. تشنم، باز انتظار. شهر کجاست؟ صداها دورند. سربازان شاید پیروز شوند. نه، نباید اینطور شود. حتی اگر پیروز شوند به قدر کفایت پلید نیستند. نمیتوانند حکم برانند. باز خواهند گفت که باید بهتر شد و باز میلیون ها انسان میان خیر و شر سرگشته حیران. ای بت، چرا مرا رها کردی؟ همه چیز تمام شد. تشنم، تنم می سوزد. شبی تیره تر چشمانم را پر می کند. این رویای طولانی بیدار می شدم، اما نه، خواهم مرد. سپیده زده است و اولین نور روز برای زنده های دیگر و برای من. خورشیدی بیرحم. مگس ها. چه کسی حرف می زند؟ هیچ کس. آسمان گشوده نمی شود. نه خدایا، با بیابان سخن نمی گویم. اما این صدا از کجا می آید؟ این صدا که می گوید اگر برای نفرت و قدرت دل به مردن داده ای، چه کسی ما را خواهد بخشید؟ آیا زبان دیگری در من هست؟ یا همان است که هنوز تن به مردن نمی دهد؟ پیش پایم تکرار می کند شجاعت، شجاعت، شجاعت. آه کاش باز اشتباه کرده باشم. آدمهایی که پیش از این برادرم بودید، تنها یاوران، مرا رها نکنید. اینجا که هستی تکه پاره با دهانی خونین، تویی جادوگر، سربازان تو را شکست دادند. اینجا نمک می سوزانند. تو هستی ارباب محبوبم. این صورت نفرتبار را کنار بگذار. حالا خوب باش. اشتباه کردیم. دوباره شروع خواهیم کرد. شهر رحمت را دوباره بنا خواهیم کرد. میخواهم برگردم خانه. بله، کمکم کن. همین است. دستت را دراز کن. دستت را بده. مشتی نمک دهان غلام حراف را پر میکند. پایان.